اگه تو هم موقع دعوا و ناراحتی حسابی عصبانی میشی و حرفایی رو میزنی که نباید بزنی، پس این ویدیو برای توه. بریم ببینیم جملات ممنوع موقع دعوا کردن چیا هستن که هرگز نباید اونا رو به زبون بیاری. اولیش باید کات کنیم یا باید جداشیمه. دوست عزیزم، جدایی یه تصمیم منطقی و خیلی سخته و وقتی که شما عصبانی هستی زمان درستی برای این تصمیم گیری نیست. جمله بعدی اینه که بگین کاش که مجرد بودم. گفتن این جمله یعنی که همه خاطرات خوب و لحظات شیرینی که با هم داشتین و نادیده گرفتین و این خودش روی کل رابطتون اثر منفی میذاره. بعدیش مقایسه کردنه. از فلانی یاد بگیر. ببین چی کار کرده. کلاً مقایسه کردن مشاجره و ناراحتی رو شدیدتر میکنه و احساس ناکافی بودن و دوست نداشتنی بودن به پارتنرتون میده. بنابراین هر چقدرم که عصبانی بودین هیچ وقت پارتنرتون رو با کسی مقایسه نکنین. گفتن این جمله که صحبت کردن درباره این موضوع کافیه و دیگه نمیخوام درباره‌اش صحبت کنم. یه بار دربارش بحث کردیم و دیگه خسته شدم. مطالعات نشون میده که بیشتر مشکلات با صحبت کردن براشون راه حلی پیدا میشه و قابل حل شدن هستن. و مورد بعدی سکوت کردنه. سکوت کردن خودش یک نوع پاسخ و واکنش به حساب میاد و زمانی که شما سکوت میکنی این پیغام رو به پارتنرتون میدین که انقدر برای من اهمیت نداری که بخوام مشکلمو بهت بگم یا انقدر برای من مشکلات تو اهمیتی نداره که بخوام به اونا گوش بدم و حلشون کنم. مرسی که همراه هم بودین. اگر که ویدیو رو دوست داشتین لطفاً حتما لایک و کانال رو سابسکرایب کنین.